سلام به همه دوستداران سینما و روایت‌های عمیق انسانی. من علیرضا هستم و خوش اومدید به کانال فیلمکار، جایی که با هم فیلم‌ها رو نه فقط می‌بینیم بلکه لایه‌های روانشناختی و اجتماعیشون رو تحلیل می‌کنیم. امروز می‌خوام در مورد یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های سال 2024 باهاتون صحبت کنم، یعنی فیلم It Ends With Us. تمامش می‌کنیم. اقتباسی از رمان پرفروش کالین هوور با بازی بلیک لایولی و جاستین بالدوین. لیلی بلوم دختری مستقل و با گذشته‌ای پر از درد به بوستون میاد تا رویاهای خودش رو بسازه و یک گلفروشی افتتاح کنه. در همین مسیر با یک جراح موفق به اسم رایل آشنا میشه و بینشون رابطه‌های عمیق شکل میگیره. اما کم کم رایل چهره دیگه ای از خودش نشون میده، چهره‌ای که لیلی رو به یاد خشونت‌های پدرش در دوران کودکی میندازه. در همین حین اطلس، عشق قدیمی دوران نوجوانی لیلی، دوباره وارد زندگیش میشه و تضاد درونی بین عشق، درد و تصمیم گیری شکل میگیره. خیلی فیلم پرحاشیه‌ای بود. هنوزم فکر می‌کنم توی شبکه‌های اجتماعی در موردش دارن صحبت می‌کنن و هر روز یه داستان و جنجال دارن و دادگاهاش ادامه دارن. جالب این که هر روزم هر کدومشون یه مدرک رو میکنن. هر روز یه مدرک نظر چی در مورد این بحث واقعیتش نمیدونم، ولی قبلش فقط میخواستم اینو بگم که این فیلم فقط به خاطر پرحاشیه بودن چقدر فروش جهانی کرد، برای اینکه فیلم چیزی برای ارائه کردن نداشت به نظر من. فقط این حاشیه‌ها باعث شد که فیلم به نظر فروش خوبی بکنه. فروش جهانیش فکر می‌کنم حدود 350 میلیون دلار شد. خیلیه به نظر من برای فیلمی که واقعا هزینه‌ای نداشت ساختش. به نظر من خیلی کم هزینه، یک خونه و یک چند نما توی یک رستوران و چند نما توی یک گلفروشی و خیابون، یعنی واقعا داستان خاصی نبود که خیلی عجیبی باشه. خب ببین، من دوست دارم نظر خودم رو بگم. اول اینکه خب من اصلا این فیلم رو دوست نداشتم و اصلا این فیلم منو راضی نکرد، ولی پیشنهاد میکنم کسایی که کتابو نخوندن فیلمو حتما ببینن. ولی خب من چون کتابو خونده بودم اصلا راضی نشدم با فیلم. اصلا به شدت علیرضا این فیلم زد تو ذوق من. از انتخاب بازیگران که ما لیلی رو داریم که لیلی دختره، اگه اشتباه نکنم توی کتاب 21-22 ساله است. آغاز جوانی یک زنه، آغاز جستجوی زندگی، کشف زندگی، کشف عشق. و یک دفعه ما خانم بلیک رو داریم که در اواخر 30 سالگی این نقشه داره بازی میکنه. خب ببین، خیلی تفاوت بین یک زنی که در اواخر دهه 30 زندگیشه با یک زنی که در اوایل دهه 20 زندگیشه. ما زنها از لحاظ جسمی و بدنی طبیعتمون یک ساعت بازی نداره. این بازی زمان داره. ما توی این فیلم هم به فکر عشق باید باشیم، هم به فکر زندگی باشیم، بزرگترین چالشی که لیلی توش میفته تو این سن بارداریه که انتظارشون نداره. وقتی که متوجه میشه تصمیم برای اینکه این بارداری رو نگه داره یا این بارداری رو تموم بکنه و اینکه آیا با این مرد بمونه یا از این مرد جدا شه و بره، بزرگترین چالشیه که کالین هوور تو کتابش مطرح میکنه و بهش میپردازه. و
به نحو بسیار زیبایی میاد خشونت خانگی رو مطرح میکنه و از لیلی 21 ساله یک قهرمانی میسازه که این شجاعت رو پیدا میکنه که از اون خشونت خانگی بیاد بیرون و دخترش رو توی یک دنیای ناشناخته‌ای که نمیدونه چه اتفاقهایی قراره بیفته بزرگ بکنه، در صورتی که میدونه که خیلی چیزها رو از دست میده، چیزهایی که مادرش حاضر نشد از دست بده که حالا من در موردش صحبت میکنم. ولی خب این کتاب 2 جلد داره، تمامش میکنیم و جلد دوم شروعش میکنیم که نمیخوام اسپویل کنم برای کسی که کتابو نخوندن. جالبه، من نمیدونستم کتاب دیگه هم قراره نوشته. این کتاب 2 جلد داره که الان با این دعوایی که آقای جاستین و خانم بلیک را انداختن با هم دیگه متاسفانه به نظر نمیاد که قسمت دوم ساخته بشه. هرچند که من یه مصاحبه از جاستین دیدم که جاستین بالدوینی خبرنگار ازش میپرسید، میگفتش که قسمت دوم میسازیم و برمیگردش میگه که نه من نمیسازم، ولی کسایی هستن که بسازن. خود بلیک آمادگیشو داره که بسازن، ولی مطمئناً اگر ساخته هم بشه من نگاه نمی‌کنم، چون به قدری فیلمنامه رو بد نوشته بودن از داستان. اصلا باور نمیشه علیرضا، به قدری کتاب قشنگه، به قدری این کتاب قشنگه از لحاظ روانشناختی که دوستانی که عاشق چیزای داستانی روانشناسی هستن این کتاب من واقعا توصیه میکنم که بخونن، هم یکش رو و هم دوش رو شروعش میکنم، چون میگم توی یکش ما بیشتر در چرخه خشونت داره صحبت میکنم، جاییه که لیلی خودش یکی از قربانی‌های چرخه خشونتی بوده که تو خانواده بوده و این چرخه رو نه تنها خودش با پدرش داشته، مادرش با پدرش داشته و مادرش یک قربانی کامل بوده. چرخه خشونت یه اصطلاحیه که یک روانشناس آمریکایی به اسم لورنارد باکر توی فکر میکنم دهه 1970 برای اولین بار این اصطلاح رو به کار برد که 3 مرحله داره. توضیح میده آقای باکر که چرخه خشونت 3 مرحله داره و کالین هوور این 3 مرحله رو بارها به نحو بسیار قشنگی توی داستان توضیح میده و فیلمنامه نویس و این فیلم فقط یک بار میاد این چرخه رو به صورت خیلی ناقص و نه اونجوری که آدم وقتی کتابو میخونه انتظار داره بعد توی فیلم ببینه، اینو میسازه و متاسفانه توی این سکانس که من حالا توضیح میدم واقعا علیرضا خانم بلیک ضعیف بازی میکنه، واقعا ضعیف بازی میکنه. چرخه خشونت 3 مرحله داره. مرحله اولش ایجاد تنشه، زمانی که این فرد آزارگر حالا ما توی این داستان رای رو داریم که مرده ولی الزاماً همیشه مرد نیست. ما حتی من کیسایی دارم که فرد آزارگر زنه حتی مرد رو کتک میزنه. این فرد آزارگر میتونه هر جنسیتی داشته باشه. شروع این تنش به هر دلیل گاهی اوقات لازم نیست که دلیل منطقی باشه، فقط دلیلی که باعث تغییر رسیده میشه و اون خشم یا اون نارضایتی رو شروع میکنه و معمولا اون فرد قربانی اینو حس میکنه، داره احساس میکنه که یه چیزی در حال رخ دادن و میگم تو سکانسی که از این فیلم این چرخه رو داره نشون میده
مغازه لیلی به عنوان بهترین مغازه محله و مردمدارترین مغازه محله شناخته شده و توی مجله محلی یک متن در موردش نوشته شده، یه ستون در موردش نوشته شده. ولی پایین همون صفحه در مورد رستوران اطلس هم نوشته و اطلس باش مصاحبه شده. چند تا ستون اون پایین مصاحبه اطلس با یک خبرنگاره که در مورد اینکه چرا این اسم روی رستورانت گذاشتی و اون داره توضیح میده از یک عشق گذشته، عشقی که رایل میدونه در گذشته بین اطلس و زنش بوده. و خب لیلی قبل از اینکه رایل وارد خونه بشه خوشحاله، شام آماده کرده. چرا؟ چون صبح خواهر رایل با خوشحالی مجله رو آورده نشونش داده که ببین ما بهترین مغازه شناخته شدیم، دو تا دختر رو خوشحالی کردن و حالا میخواد این خوشحالیشو با شوهرش شیر کنه. شام پخته و رایل میاد و مجله رو بهش میده، میگه میخوام برام بخونیش. و میگه آره میدونم و من شام درست کردم و داره ابراز میکنه که چطوری میخواد خوشحالیشو جشن بگیره با شوهرش. ولی متوجه میشه، داره میفهمه که این نگاه شاد نیست، یک آغوش پرهیجانی در کار نیست، بوسه‌ای در کار نیست، تشویقی در کار نیست، تحسینی در کار نیست. و اون منظره بهش میده شروع کنه به خودم از ابتدا میگه نه بیا اینجا رو نخون، اون ستونی که در مورد گلفروشی لیلی این پایین و لیلی تا اون موقع متوجه قسمت نشده بود و شروع کنه مال مصاحبه با اطلس و داره میبینه که داره به هم میرسه، چهره رو داره تغییر میکنه که متاسفانه آقای بالونی اصلا نمیتونه بازی کنه. اصلا توی خشونت قشنگ فرد برافروخته میشه، حالتهای فیزیکیش تغییر میکنه، تنفساش کوتاه و تندتر میشه. یعنی قربانی کاملا متوجه میشه که داره یک اتفاقی میفته، داره یک طوفانی به پا میشه و این آدم فقط داره با عصبانیت نگاه میکنه. خب همه آدم ها خشونت رو تجربه میکنن، همه آدم ها عصبانی میشن و این نقشی که داره بازی میکنه نقشیه که خب تو انتظار اون تعریف خشونت خانگی شدید رو نمیتونی از این چهره بگیری. ولی خب بلیک نشون میده که هی بهش میگه شام درست کنم، حالا شام بخوریم. یعنی میخواد شرایط رو آروم بکنه. اتفاقی که توی این لحظه میفته معمولا طرف قربانیش یا سکوت میکنه یا شروع میکنه به اطاعت کردن. تو درست میگی، مثلا هرچی تو میگی همونی که تو میگی. شروع میکنه سعی میکنه آروم کنه قبل از اینکه طوفان به پا بشه، آروم بکنه همه چی. شاید هم به خاطر تجربه که در دوران کودکی داشتم اینو بهتر میتونسته درک کنه که این کار رو می‌خواستن 100%، چون توی کتاب مرتب فلش بک میزنه و حالا بهش میرسم. ولی مهم اینه که توی این لحظه فرد قربانی سعی میکنه که هی رضایت هر آزادگر رو جلب بکنه، آرومش بکنه. این برای من مهم نیست، اون گذشته. این بارها لیلی کنم سکانس میده که من نمیدونم چرا این گفته، این گذشته برای من گذشته، این گذشته است. ولی بعد از این مرحله ما باید این مرحله دیگه میشه مرحله دومی خشونت که این مرحله رو بهش میگیم انفجار خشونت. زمانی که بمب بام منفجر
بشه و خشونت استارت میخوره. این خشونت با تهدید، توهین، آزارهای کلامی جنسی با اینا میتونه شروع بشه. با ایجاد درد شروع میشه. فرد دست طرف رو میگیره فشار میده تا درد ایجاد بشه، یعنی به قدری فشار میده یا گلوی طرف رو میگیره فشار میده یا هلش میده و اینجاست که قربانی میدونه که خب دیگه گردباد شروع شد، طوفان شروع شد و حالا بعد از خودش اینجوری دفاع کنه، یا باید فرار کنه بره اتاقی دره ببنده، یا باید یه جوری فرار کنه یا تموم یه جوری سرش رو محافظت بکنه و تن بده به این ضرب و شتم، چون ضرب و شتم شروع میشه و دیگه فایده نداره که اون چی میگه، هر چقدر که عذرخواهی بکنه و هر چی که بگه دیگه شنیده نمیشه و ما این صحنه رو باز داریم توی فیلم ولی باز بازی خوب نداره. توی کتاب رای حمله میکنه به لیلی و سعی میکنه بهش تجاوز بکنه، قبل هم کرده و حالا من نمیخوام خیلی جزئیات کتاب رو بگم، دوستداران کتاب حتما کتابش رو بخونن چون خیلی قشنگه، ولی ما تو این سکانس میبینیم که لیلی همش بهش میگه من دوست دارم این کار نکن، فقط این کار نکن، من دوست دارم این کار نکن، میدونی؟ یعنی حداقلش اینجا نقش بده بازی میکنه، ضعف آقای قربانی رو داره کاور میکنه و اون ترس اتفاق داره الان آماده است که شروع شده و تم بهش بده، ولی همچنان مرحله یک رو داره، همچنان سعی کنه آرامش رو برقرار کنه، سعی کنه که بتونه کنترل رو به دست بگیره. ولی متاسفانه توی علیرضا میتونم بگم 90% خشونت‌های خانگی چه نسبت به زن چه نسبت به بچه متاسفانه این مرحله خارج از کنترل فرد و بازارگره و اون میزنه، اینقدر میزنه تا احساس خستگی و احساس سیری بهش دست بده و یک نوع بیماری هم هست و اینجور افراد تنها با تراپی و اینا درمان نمیشن، اینا نیاز به دارو و مصرف دارو دارن و من چند وقت پیش یک پرونده‌ای رو داشتم، پرونده جنایی رو داشتم گوش میکردم که خیلی ناراحتم کرد. بچه‌ای بود که مورد آزار خانگی قرار میگرفته، سالها بوده و مادر میگفتش که همیشه میزدمش، میفتادم به جونش، سیر میزدمش و هیچ وقت نمرد. چرا این دفعه مرد؟ و مادر خودش کانفیوز شده بود که من زدمش و این بلند شد و سرم درد میکنه، حالم بده، میرم بخوابم و رفت خوابید و بیدار نشد. چرا؟ برای اینکه تو همیشه میزنی، دفعه پیش بندش طرف خورده، این دفعه دنده خورد میشه، دیگه رو پاره میکنه و خونریزی داخلی و بچه از خواب بیدار نمیشه. و خیلی از خشونت‌های خانگی که به مرگ ختم میشه همیشه به این صورت بوده. این نبوده که فرد بزرگتر به قصد مرگ بزنه، ولی چون از کنترل خارجه و انقدر ادامه میده تا خودش رو میگیره و اون خشم گاهی اوقات به نقطه درد میرسه و اتفاق بعد که میفته سوم اصلا خیلی جالبی داره بهش میگم که
و غلط کردم، ببخشید، دیگه بهت آسیب نمیزنم، پشیمونم، دیگه تغییر میکنم، همه چی عوض میشه، حالا کادو میخرم، حالا غرق عشقت میکنم و دوباره تکرار میشه. این چرخه دوباره تکرار میشه، همونطور که ما تو فیلم داریم میبینیم. یعنی باز یک میگم فیلم خوب در نیاورده. یک قسمت از کتاب، یک از این تگایی که به یخچال میزنن، مگنتیا، لیلی و رای وارد یه خونه شدن که با هم یه مدت زندگی بکنن و لیلی یه دونه از اینا رو با خودش همراهش رو برده و در یخچال میزنن و ازدواج کردن و تازه رای ازش میپرسه که این چیه؟ این از کجا؟ و I love بوستون یعنی چی؟ من تو خاطرات تو، دفتر خاطرات تو خوندم که اینو اطلس به تو داده و حالا دعوا شروع میشه و حالا دوباره کتککاری شروع میشه و بعدش دوباره ما یک جای دیگه اینو میبینیم که سرخالیه روی شونه لیلی این گیرو میده که تو چرا رفتی این قلب رو تو کردی، نمیدونم یادم نمیاد همینجوری و توضیح نمیده در صورتی که نوجوانی شده و حتی از میکنم باید میدونه و حد زدنش هم سخت نیست، واقعا حد زدنش سخت نیست. خب میبینیم ما توی کتاب مرتب اینو میبینیم که میچرخه خاطر همون هم از کتاش میدن سخت اسمش از سفر پایانز چرخه شده خیلی تکرار میشه. ولی عیزا فکر میکنید چی آدم تو این چرخه برشون سخت کنه مخصوصا که تجربه قبلی هم داشتن که میکنم همیشه زندگی آفرین به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. دقیقا یکی از اولین دلایل خیلی جالبه اصطلاحش هست درماندگی آموخته شده. دقیقا همینه که تو میگی. این اتفاق روی بچه هایی که توی خشونت خانگی بزرگ میشن خیلی زیاده، خیلی زیاده. اصلا بهش میگن انگلیسیش اصطلاح انگلیسیش هست learn helplessness. خیلی اصطلاح آفرین اصطلاح خیلی قشنگی داره. یعنی یک نوع افسردگیه، یک نوع درگیریه که طرف میگه که خب این سرنوشت منه، من باعث این میشم، اصلا همینه که هست، فرقی نمیکنه، من از اینم که بیام همینه که هست، اصلا این رابطه. و دقیقا ما اینو توی کتاب میبینیم که مادر لیلی همش میگه ما روزای خوب داشتیم. خب بابا استرسش زیاد بود، میزد استرسش زیاد بود که یکی از بدترین خاطرات لیلی اینه که میاد و میبینه که مادرش در حال کتک خوردن و خفه شدن توسط پدرشه و این تبدیل میشه به یک تروما واسه لیلی و این مرتب آزارش میده به این سالها و دقیقا که از دلایلش همین درماندگی آموخته شده است و به خاطر عدم اعتماد به نفس کافی، کمبود اعتماد به نفس، به خصوص توی جوانی مثل جامعه ایران خودمون خاورمیانه، جایی که ما داریم می‌بینیم که مذهب مردانه و یک
اگه زن خوبی باشی این اتفاق نمیفته. تو اگه خوب رفتار بکنی این اتفاق نمیفته. دیگه فکر میکنی چه چیزایی باعث میشه که تو این چرخه گیر کنی؟ نمیدونم واقعا، بهتره که خودت بگی. نمیدونم. یکی دیگه سندروم قربانیه. سندروم قربانی اینه که طرف سندروم استکهلم شنیدی؟ خیلی از زنها فکر میکنن که من باید درستش کنم، من میتونم درستش کنم، من تغییرش میدم، من یه کاری میکنم یه جوری دیگه رفتار میکنم که این خشم به وجود نیاد، چون تقصیر منم که این خشم به وجود میارم، من باعث و بانیم، من حالا اینقدر عشقش میدم تا این. ما اینو قشنگ توی داستان هم فیلم هم کتاب میبینیم که قشنگ میگه دوست دارم. یعنی چی؟ چرا اینقدر تکرار میکنی؟ اگه میخواست تاثیر داشته باشه همون یک بار تاثیر داره. رفتی که من هی دارم اینو میگم، اینه که من دارم سعی میکنم با عشق بیام یک چیز رو کامل حل و فصل کنم. من گرفتار فرد آزادگرم میشم، عاشق فرد آزادگرم میشم. چرا؟ چون اون فرد آزادگر دو کارو خوب باید یک گسلایت میکردم. اصطلاحی که فیلمی که گسلایت میکنیم چیه؟ این چراغ نفتی گسلایت یه فیلمی خیلی قدیمیه و در ارتباط به یک زوجه و اونها هی این فیلم آفرین کتیلیوی یه میاد دوران جنگ و اینا روشن میکنیم چون برق میرفت نشستیم درس میکنیم یادش بخیر. اینا این شعرش رو تماسیات میکنم و فیلم در مورد اینه که این مرد چجوری داره افکار یک زن رو تغییر میده. گسلایتینگ یعنی این که من مثلا میام تو برمیگرده من میگه که مثلا مهدیس مثلا فلان اتفاق افتاد و تو شاهد اون اتفاق بودی و من برمیگردم به تو میگم که نه من کی مثلا اونطوری اونجا نبودم، من سر کار بودم. کی مثلا مگه این اون ساعت نبود؟ تو میگی نه اون ساعت بود. این میگم نه اشتباه میکنی، این حتما اون ساعت بوده و من اون ساعت رفته بودم بچه ها رو از مدرسه پیکاپ کنم. اینطوری نیستا تو داری شروع میکنی. اصلا بالفرضم که من اونجا باشم، من اصلا داشتم ویترین اون مغازه رو میدیدم، اصلا اونجا رو ندیدم. چی میگی؟ و تو رو به این شک میندازم که نکنه من اشتباه میکنم، نکنه این واقعا اونجا نبود یا اونو ندید یا اون اتفاقی که من فکر میکنم نشد. و بعد از یک مدتی شکای متداول و متداول باعث میشه که تو دیگه به خودت هم اعتماد نداری، تبدیل میشی به یک موجود مطیعی که بهت بگه چی درسته، چون تو دیگه خودت اعتماد نداری، به مغز خودت دیگه باور. و این چیزی که جایی که رایت میزنه لیلی رو، لیلی پرتاب میشه، سرش میکنه توی نده بیروش میشه، سرش میشکنه و اون برمیگرده که من چون دستم بردم بالا برد به تو و گسلایتینگ میکنه لیلی رو. و دفعه بعد توی یه سکانس دیگه که هلش میده از پله و
لیلی وقتی به هوش میاد که این داره سرشو بخیه میکنه توی تخت و بهش میگه از پله افتاده ای و قشنگ مغز لیلی رو گسلایتینگ میکنه که این اتفاق افتاد و جای قشنگ اینه که حالا توی فیلم نشون میده که لیلی نشسته تو ماشینش و داره باور میکنه مغز خودش رو و خاطراتو به شیوه خودش به یاد میاره و یادش میاد که نه این رایل بود که هولش داد از پله ها و گریه میکنه، در صورتی که توی کتاب ما این سکانس رو به این شکل نداریم. این سکانس رو بعد از اینکه رایل سرش رو بخیه میزنه و میگیره میخوابه، لیلی با درد و با ناراحتی میاد سنگ میزنه به اطلس، بهش میگه بی دنبالم. اطلس میاد دنبالش و اینو میبره و لیلی تازه اونجاست که یک مدت چند روز خونه اطلس میمونه و به خودش این فرصت میده که به یاد بیاره واقعیت ها رو به یاد بیاره، نه اونجوری که رایل توی سرش میذاره. و خب این یک دیگه از دلایلیه که فرد فکر میکنه که خب این داره اشتباه میکنه، این مقصره. و یکی دیگه از مواردی که باعث میشه که فرد توی خوشحال کنه باز ما داریم قبلش هم صحبت کردم ولی نگهش داشتم برای این قسمت داریم که وابستگی داریم. این وابستگی اساسی میتونه باشه مالی، میتونه باشه که مادر لیلی داره. این مادر لیلی همش برها میگه که من موندم تو زندگی برای اینکه تو زندگی در رفاه خوبی داشته باشه و میگه که برمی بهش میگه که من ترجیح میدونم که در رفاه نباشم ولی تو از اون زندگی و منو توی شرط دیگه قرار بدی و این تصمیمی که خودش میگیره و توی بیمارستان بعد از که دخترش به دنیا میاد به راه میگه دختر ما بزنه مورد خوشمت کنه تو بهش میگی برو و اونجا بمون و رای نراحت میشه بهش میگه اصلاش میدم که از اون رابطه بیاد بیرون. بهش میگه خب این اون چیزی که منم میخوام، برای همین میخوام ازت جدا شم. و بله یکی از دلایل ولی میگم مثلا جزء توی آمار نشون میده جزء دلایل سوم میتونه باشه این وابستگی احساسیه که من دوستش دارم چون خوشگله، خوشتیپه، جذابه، دهن پر کنه، مثل رای جراحه. خب مثلا همه به من نمیگن که از یه پسر به این جذابیه، مثلا پول داری، تو جدا شدی، تو چی میخواستی بگی تو زندگی؟ یه سری وابستگی های مادی و مالیه. من چطوری الان کتکه رو میخورم ولی سفرم رو به موقع دارم، هرچی که بخوام فراهمه، به خصوص که بهت گفتم توی قسمت هانیمون واقعا فرد آزادگر جبران میکنه، یعنی انگار نه انگار اتفاق افتاده، انگار نه انگار حتی اگر از لحاظ مالی ضعیف باشه ولی باز میبینیم که در حد خودش جبران میکنه. و میگن اصلا علیرضا کتاب در مورد چرخه خشونت کالین هوور خیلی قشنگ توی داستان عاشقانه و لیلی واقعا که یک حاضر میشه بچه‌ها در صورتی که من خودم این کتاب رو میخوندم همش میگفتم که این میره به مجموعه میندازه و میره با اطلس، در صورتی که تو جلوی عکس بچه رو نگه میداره برخلاف انتظار من
21 سالگی مادر میشه و قاتلش هم نمیبره. این نیست که چون این سوال برای خواننده تو کتاب پیش میاد که اگر لیلی با رای ازدواج میکرد و هیچ وقت اطلس پیدا نمیشد، آیا از رای از رای جدا میشد؟ تو خودت چی فکر میکنی؟ نه، چون به خاطر اینکه این فرد علاوه روانی مشکل داره، این نه یکی دیگه به هر دلیلی میتونه شک بکنه. تو به این آدم که ما توی مغازه دیدیم یا رستوران دیدی نظر خاصی داشتی، شروع میکنه پیاده کردن تمام تفکرات روحی روانی که داره، دوباره کتککاری و هر چیز. کاملا فرد مشکل داره. این بهانه ای شده برای کتاب توضیح میده از گذشته رای که این همیشه باهاش بوده و جایی هست که فکر میکنم تو فیلمش هم هست، خواهر رای به لیلی میگه من از تو حمایت میکنم و شاید اشتباه من بود که از ابتدا به تو این توضیح رو ندادم در مورد برادرم که مسئله عدم کنترل خشم داره که معمولا کلاس هایی هست برای این افراد و اینها برای این انفجار خشم انگر منیجمنت نه اون کنترل خشم، انفجار خشم یک چیزیه که توسط آنزیما و هورمون هستن خشم میشه صورت میگیره و اینو حتما باید به دارو و بتونن اون شیمیایی مغزشون متعادل نگه کنن این جهش خشم انفجار خشم صورت نگیره چون واقعا از کنترل خارج میشه. اگر مادرتون اینه که تو یک داد میزنی خوش میدی و بهت میگن که تو داری بازدار میدی بازدار کردن میدی کار درست نیست، مثلا میتونستی همین موضوع بدون این خشم بدون که مثلا چیزی پرت کنی یا مثلا تو جلسه تو دکتر بکنی حل کنی. یه سری کلاس تکنیک یاد میدن و تو با این تکنیک ها میتونی نذاری اون خشم بیاد بیرون و کنترلش بکنی. ولی این انفجار خشم فرق میکنه، این معمولا خارج از کنترل رو با تکنیک و اینها انجام نمیشه. ولی میگم خیلی کتابش قشنگه و جلد 2 شروعش میکنیم. شاید حالا وسط حرفت دارم میگم ولی احتمال داره خانم بلیک ممکنه احتمالاً به خاطر نفوذی که داشته دستکاری کرده فیلمنامه رو و چون این نفوذ و دستکاری باعث شده که فیلم اون شکلی که واقعاً توی داستان داره تعریف میشه تعریف نشه. من یه سری شایعات شنیدم که میگن که اصلا جاستین نمیخواسته بلیکو بیاره و این کالین هوور بوده که بلیکو انتخاب کرده، بهش گفته که اگه میخوای این کتاب منو بسازی از این کاراکتر من میخوام اینو بیاری. خب میدونی که بلیک شوهرش خیلی سرشناس و پرنفوذه، ولی خود جاستین من توی مصاحبه‌هاش حتی چند وقت پیش من در مورد این شکایتی که مطرح کرده بود اینو بارها شنیدم که از اینکه هم بلیک و هم رایان همسرش دستکاری کردن این نامه رو نظر دادن اینجا باید تغییر کنه در مورد لباس، در مورد همه چی. این بوده و این چیزی که اصلا نپسندیدم و خیلی دنبالش بودم، واقعا دنبالش بودم. یعنی من چند مصاحبه اینها رو نگاه کردم. جاستین بالدونی میدونی که این خاطر دعواها با اینها مصاحبه های جدا می‌رفتن، تیمی نمی‌رفتن. بلیک هنرپیشه ها
یک جا میرفتن برای خودشون، جاستین تکی یک جای دیگه میرفت برای مصاحبه. جاستین اشاره های کوتاه و مختصری در مورد اینکه این فیلم بیشتر در مورد خشونت خانگی رو داشتش. من انتظار داشتم که خب تو آدم حسابی این فیلم رو ساختی، باید کمی غنی‌تر حرف بزنی در مورد خشونت خانگی. اگر یک ذره تو وقت میذاشتی و این کتاب رو خارج از درامش میخوندی، جنبه‌های روانشناسیش رو در نظر میگرفتی، میتونستی سکانس های بهتری رو در بیاری. لازم نیست که تو حتما مثلا دانشجوی روانشناسی باشی یا دکتر روانشناس باشی که بخوای. شاید بیشتر میخواد جنبه‌های رمانتیک فیلم رو بولد کنه و نشون بده. اونم خوب در نیاورده، تو اونم موفق نبوده. ولی خب ببین مثلا لیلی شخصیتی که تو کتاب توضیح داده میشه یه دختر، میگم اگه اشتباه نکنم 21-22 سال است. خب کسیه که تازه ارث بهش رسیده و با اون ارث داره مغازه میزنه. بر خودش میخواد یه گل فروشی را بندازه. مادرش دلواپسه که مبادا این شکست بخوره و خودش هم از دست بده و سخت داره کار میکنه که این مغازه رو سرپا کنه. و ما تو فیلم خانم بلیک رو میبینیم، کفشای شنه. خب بعد نکتهش اینه که من دیدم توی صحبت‌های شقت آقای جاستین که خانم بلیک اسکاری می‌کنه اصلا برگشت واسه سکانسی که رابطه این آغاز میشه، رابطه جنسی. من اینجا باید میره باسه سکسی بپوشم، من الان اینجا باید یه دونه که باشه و بدترین لباس ها رو انتخاب کرده. یعنی خب بلیک می‌دونی که خودش تو کار فشنه، اومده اون سلیقه فشنش رو پیاده کرده توی لباس‌هایی که تو فیلم پوشیده، در صورتی که این اصلاً کاراکتر دیگه نیست. یعنی دختر بسیار ساده است با لباس‌های بسیار ساده، دختریه که نویسنده جوری خلقش کرده که تو وقتی کنارش قرار میگیری همش میگی که یعنی میتونه از ثروت رایل بگذره، میتونه از رفاهی که رایل میتونه براش ایجاد بکنه بگذره، از تجملاتی که رایل داره، این اطمینانی که خب من زن رایل بمونم، هیچ وقت دغدغه مالی ندارم، چیزی که مادرش به خاطرش مونده. ببین علی رضا کارل یونگ میشناسیش؟ بله روانشناسی، یه یونگنه، مثلا بنیانگذار روانشناسی یونگ، یه حرف خیلی قشنگ میزنه، میگه ما آدما مثلا من میگیره امتداد جسمی و روانی والدین خودمون هستیم و دقیقاً همون جایی که اونها به بنبست رسیدن ما هم تو همون بنبست ها گیر میکنیم، مگر اینکه با دانش و خودآگاهی تغییر و تحولی در خودمون شکل بدیم که میتونیم وگرنه همونیم. این دقیقاً همون چیز قشنگیه که این کتاب داره نشون میده. دقیقاً میبینی توی همون بنبستی قرار میگیره که مادرش قرار گرفته بود و همین هم میخواسته برای دخترش این آفرین. و این خودآگاهی و این تحول دقیقاً اون چیزی که اتفاق میفته پایان بده تمامش میکنی رابطش با رایل نیست، در واقع خشونت خانگی رو داره تمام میکنه و پایان اونو داره میکنه.
خیلی میگم مثلا خانم بلیک توی مصاحبه‌اش من خیلی دنبال این بودم که این یکم در مورد خشونت خانگی حرف بزنه، مثلا که همش با لباسای رنگ رنگ گلبنگولی میرفت واسه مصاحبه در مورد عشق حرف میزد، در مورد همه چیز حرف میزد جز اصلا موضوع اصلی فیلم. به خاطر این همین هم هستش که میگم فکر میکنم برداشت این کاراکترها، حالا هم آقای بالدونی هم خانم بلیک، برداشتشون از فیلم یک فیلم رمانتیک بوده، نه اون داستان اصلی خشونت خانگی که نویسنده تو کتابش عنوان کرده و همین باعث شده که اصلا اون موضوع بیشتر به حاشیه بره و موضوع عاشقانه فیلم بیشتر بود بشه و موضوع کلی کتاب رو از بین برده، خراب کرده. دوستداران کتاب حتما جلد دوم این رمان قشنگ رو بخونین. اونایی که کنجکاون بدونن که بالاخره لیلی به اطلس میرسه نمیرسه، چه اتفاقی میفته، حالا که جدا شده چه اتفاقی میفته، رایل چی کار میکنه، آیا لیلی برمیگرده به رایل، آیا رایل تغییر میکنه. حتما جلد دو شروعش میکنیم و بخونم. ترجمه فارسی خوبی داره ولی من مترجم متاسفانه اسمش یادم نمیاد چون من این کتاب رو انگلیسی شده ولی میدونم که هر دو جلد تمامش میکنم و شروعش میکنم. ترجمه خیلی خوبی داره. دوستای من توی ایران این کتاب رو خریدن و خوندن، خیلی راضی بودن. خیلی خوب دوستان عزیز، اگر از این تحلیل فیلم که من و مهدیس با هم دیگه روش کار کردیم خوشتون اومده بود، لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارین و بنویسین که برای هفته آینده چی دوست دارین، در مورد کدوم فیلم صحبت بکنیم و بررسی کنیم. تا برنامه بعدی